سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو آیا قوریا پیژنئ؟ تر پای له موږ سره پاتې سئ او دا غوره معلومات وګورئ. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ زه په ډېره ښایسته فضا کې یم، نو هر طرف چې ګورئ ډېرې ښایسته ښایسته ونې دي، تک شنې ونې ستاسو سترګې داسې روښانه کوي. نو هیله ده او داسې یو غټه هیله لرم، وړکۍ هیله نه، چې تاسو هم داسې ښایسته ښایسته ځایو ته راسئ. دا نیالونه چې د ما په اطراف ګورئ په دې څانګه کې روزل کیږي، کرل کیږي او له دې نه ساتنه کیږي. بیا چې دې دوی لږ زر غټ سول نور باغو ته وړاندې کیږي، خرڅیږي او له هغې نه غټ غټ نور باغونه جوړیږي. نو ډېرې خبرې زه نه کومه، غواړم دا معلومات تاسو له ډېرو غټو خلکو نه ولرئ. زما په څانګه کې تاسو ګورئ هر یو انجینر صاحب او متخصص صاحب د دغې باغ په څانګه کې دي. نو دا معلومات به تاسو ته یو غوره معلومات چې تاسو کولی سئ له دې ډېره غټه ګټه واخلئ. سلام علیکم انجینر صاحب، خوب هستین؟ شما عافیت دارین؟ بخیر؟ زنده باشین، بخیر باشین. امروز آمدیم این باغ زیبای شما. خوش آمدین. دیگه پیش از اینکه سری اصل مطلب بریم برای بندای عزیز ما خود معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من انجینر محمد حنیف، یک تن از دکان پیشقدم امی ولسوالی بلخ ولایت بلخ قریه سمرقندیان. یعنی وظیفه ما دیگر نیالکاری و باغکاری و اینمی چیزاست. بسیار خوب، بسیار عالی. و زما په څنګ کې هم متخصص صاحب درېدلی د دې سره به یو معرفي لرو. سلام علیکم متخصص صاحب، خوب هستین؟ سلام، به نام خدا، بنده فتح‌الله آخوندزاده هستم. بعد از 28 سال آمدم در خدمت شما. بسیار خوب، بسیار عالی. عزیزانو دیدونم پیژندن درلودله. متخصص صاحب و انجینر صاحب، شما اشخاصی هستین که برای بخش زراعت افغانستان خدمت میکنید. انتخاب برای شما میمانه دیگه، از کجای باغ میخواین برای بندای عزیز ما که چی در داخل کشور است و چی در خارج است معلومات کامل خود ارائه بکنین، چون در این سم که ما هستیم بسیار نیال ها هست دیگه. و انتخاب برای شماست. انتخاب این نهال به اسم گیلاس، ما چند نمونه گیلاس هایی داریم. همونجا ایران هم که پرورش پیدا میکنه. ما فعلا مزرعی هستیم، به عنوان گلخانه یاد میشه، یعنی تکثیر و انتقال. این درخت گیلاس میشه گیلاس تک دانه زد یا گیلاسی همون سوری. یک سری قضیه. بعد مسئله هرس داره و بعدش هم سوالی باشه در خدمتم. آخوندزاده صاحب، شما خب بر اساس سوال معرفی ما همین آلی گیلاس برای ما یک معرفی کوتاه عمومی دادین. حال میشه درباره همین آلی گیلاس برای ما معلومات عمیق‌تری را ارائه بکنین که در کدام فصل سال کشت میشه، چگونه رشد میکنه، چی پیش از اینکه یک کمی خود به حد اوسط برسانه چی برش نیاز است، چی دواهای نیاز است، درباره یک برای ما معلومات بدین. شما نگاه کنید، یک درخت گیلاس یک محصول خیلی ظریفی است، نازک. این رشد امسالشه. اینجا پیوند خورده به عنوان گلخانه، یعنی به شکل گلخانه ای اینا بهره برداری میشه. این 2 سال است که از اینجا انتقال پیدا میکنه به جای مورد نظر که او را هدف طرف تعیین میکنه. بعد این محصولات ظریفیه، آسیب پذیریش خیلی بالاست. این 1 ساله نباید کشت شوه، این هم 1 سال، اما 2 ساله میتونن مثلا برج ثور به قول شما گفتن یا هود انتقال بده تا حمل. اما یک شکلی داره، یک نمونهش داخلی یه سطل کاشته میشه یا داخل پلاستیک گرفته میشه، ریشه داخلش ترکیبه. اون تا 25 فروردین یا همون حملم بکارید اشکالی نداره، یعنی طوری نیست. ولی اگر هم ریشه‌ای به شکل گلخانه‌ای ببخشید به شکل نهالستان میبرن انتقال بدن جای دیگه‌ای، اولی ماه هود میتونن انتقال بدن، اما بعد از لااقل 2 سال، 1 سالگی نباید انتقال پیدا کنه. بعد محصولاتی که ما نسبت به گیلاس داریم توضیح میدیم،
این یک محصول ظریف بودنش بین دو نمونه است. یکیش سور میرسه جای خیلی پر مثلا گنجش که اینا زود میاد گنجش سراخش میکنه، ولی یک نمونهش دوباره تبدیل میشه به شکل تکدونه ای. اینا پیوند خوردن کلا. خب اینا پیوند هستن. آره از اینجا رشد یک سالی نباید انتقال، اما این باید انتقال پیدا کنه به شهرهای مورد نظر. اون چی که من میخرم به عنوان یک نهالی میبرم انتقال میدم به باغم بکارم، اما زمانی بردم اونجا این دارای خط هورمونیکه. اگر یه زمانی خواست سرش قطع بکنم از اینجا، خواستم قطع بکنم از اینجا. چرا؟ چون از این به پایین پنجه باید مثل قفس باید آماده شوه. بسیار خوب. آقا صاحب شما هم این قسمت بین همین خط هورمونیک گفتین، منظورتون از خط هورمونیک چیه؟ خط هورمونیک رشد یک سالی رو تعیین میکنه. بعد این میاد رو درختای بزرگ گیلاس. اگر شما خواستید هرس، چون اینا نیاز به هرس داره، یعنی درختای گیلاس فقط با بوریش میتونه زندگی بکنه و محصولش درشت بکنه. شما نگاه کنید 500 تا آلو یا گیلاس شوه 1 کیلو خوبه یا 200 تا 1 کیلو باشه خوبه؟ 500 تا خوبه است. 200 تا خوبه. 200 تا خوبه. چون 200 تا 1 کیلو مرغوب و درشت سوپره. ولی 500 تا شما نگاه کن 20 تا سیب نامرغوب فکر کنید 1 کیلوش 10 روپه. 4 تا سیب مرغوب 1 کیلوش 100 روپه یا 80 روپه. این هم نسبت به همین تعیین میشه. ولی خب اوایلی که کاشته میشن اینا لکار میبین اینا حشره آمده فضله گذاشته. این یک سمی به اسم یا همون دوایی به اسم دیازینون بعد از ختم این قضیه، چون زمین مرطوبه باید زده شده که اینا سالم بمانه، داخل اینا حفاری نکنه. خب دوا باید زده شده. بله. اسم دوا رو چی گفتین؟ بهش میگن دوای دیازینون. دیازینون به اسم ایرانیش. حالا اینجا نمیدونن چی بگه، حالا وارد شده یا نشده، نمیدونن دیازینون. ضد حشرات. چون حشره این میبینید زمانی که بیای وقتی چیز بکنه داخلی حفاری میکنه، شما نمیبینید، ولی 3 ماه بعد دیگه همین زاد و ولد میکنه، از جسمی خوراک میکنه. بعد زنده میشه، رج قطع میکنه، آسیب میزنه به بدنه. بسیار عالی، بسیار خوب. و در سالهایی که انتقال میکنه برای ایجاد یک باغ بزرگ، شما گفتین 2 سال باشه، در زمینایی که 3 سال و 4 سال میمونه در این باره نگاه کن. اگر 3 سال 4 سال بمانه نسبت به خاک و محیط هم تعلق داره، اشکال خونه داره. ولی مسئله اینجاست کی باید بکاره. یعنی زودتر از بقولن برج، یعنی اول برج 11 دی برج 11 دیر نباید بشه برای عمل. چرا؟ چون این هرچی بزرگتر شده بدتر میگیره. بسیار خوب. هرچی 2 سال باشه، چون زیر 1 سال هم نمیشه انتقال بدید. ایشان به عنوان انجینر اینجا عمل آوردن که تکثیر کنه، یعنی چه انتقال بده به شهرهای دیگه به عنوان درآمدزایی، به عنوان پیشرفت علوم و فنون کشاورزی در منطقه. یک مسئله باغداری یک از شاخه‌هاشه. بالکل. و سوال دیگه هم در خدمت شما است. بسیار خوب. شما معلومات کلی درباره آلو گیلاس دادین. در این بخش ما بعضی نیالای دیگر هم می‌بینیم. اگر درباره همین برای ما معلومات بدین که نیال چی هست و چه خصوصیات و چه خاصیتی همین نیال داره، درباره یک برای ما معلومات بدین. ببینید عزیزان، مردم سرزمینی من، بیایید از یک جا شروع کنیم. یکی از پیشرفت‌ها مسئله کشاورزیه. این درخت خرمالوه. خرمالو یک محصول ظریفه، از این به پایین باید جمع شود. از اینجا با این موقع انتقالشه به جای دیگه ایه، موقع تکثیرشه، یعنی از این باغ به باغ دیگه. این موقع آماده برای انتقالات جاش باید تخلیه شود. بله. محصول دیگه باید کاشه. اما بهش میگن محصولات لوله‌ای، یعنی اینا ظریفن مثل درخت انگور. بله. اگر موقعش نرسه اینم همینه، زود آسیب پذیر، زود خرد میشه و بعد میگیره. اما مثل همون اول سال با قولن انتقال پیدا کنه برای کشت و داشت و برداشتش هم خیلی ظریفه، چون زمانی که برسید خرد میشه. بعد باید تقریبا در حال ماکم بودن، سفت بودن چیده میشه. اما این بهترین درختایی است، درختای موقع انتقالش. اینا میشه 1 سال 2 سال دیگه هم نگه داشت. اگر با فروش برسه طوری نیست، بازار چی تقاضا میکنه، یعنی تولید به مصرف. سمیع جان تم لک زره مخې کراسې دغه نیالونه د موږ لیدونکو ته وښیه، نو چې دغه نیالونه له نږدې وګوري څه رقم یو خاصیت لري، څه رقم شکل لري. درباره امی حاصلات امی برای ما صحبت بکنن که سالانه اگری درست رشد داده شوه، سالانه چقدر حاصل برای یک دهقان ما خود کرد؟ شما نگاه کن، یک درخت خرمالو پرمحصول ترین درخت.
درختی که در افغانستان کمه، تازه از ایران و از ترکیه از جای دیگه اومده. این محصول مثل یک گورجه فرنگی یا مثل یک رومی میمانه. اگر شما زودتر بخورید دهنتان ترد میکنه، یعنی زبانتان ولی میبرن انبار یا سردخانه ها، اونجا 1 ماه 2 ماه ازش میگذره، بعد عرضه میکنن به بازار که اون موقع هم پروتئین‌زاست هم مثل یک غذای خیلی خوشمزه ای هسته، ولی محصولش خیلی زیاد. زمان چیدن دورش باید 3 پایه بگیره. حالا بستگی داره، مثلا درخت 5 سال تا 10 سال فرق میکنه، 10 سال تا 15 سال فرق، ولی درخت بشکنیه کلا. درخت توردیه زود میشکنه. بله زود میشکنه. عزیزانو تاسو دلته دا معلومات ولیدل، نو دې ځای شاټونه هم تاسو ښیو. لږ زر هم له دغه انجینر صاحب څخه هم ځینې سوالونه وکړو چې د دغې قوریې په هکله موږ ته معلومات راکړي چې کوم کلونه دې دوی دلته کار کوي او کوم نیالونه دې دوی عرضه کړي دي هغه ته بازار ته، نو د دې دوی دغه لاسته راوړنه څومره وه. انجینر صاحب شما خو اینجا صاحبیت کلی باغ دارین و بسیار سالا میشه که این قوریه کار میکنه. مثال خودم بگوین که چند سال میشه و چقدر عایداتی را شما از این زمینا داشتین و از عایداتش خرسند هستین یا نه؟ بله ما از عایداتش خرسند هستیم. سنیم است 48 ساله. خب تقریبا 23 سال میشه که ما وظیفه اینمی نیال است. قوریت اکثر میکنیم و نیال ما هم دفترهای خارجی هر سال ما یک دو قرارداد که دفتر خارجی داریم. خب دفتر خارجی است دیگه، خودی ریاست زراعت میگیره دیگه، مردم از پیش ما میبره. خودی مردم نمیگه فقط میاین هر کسی که باغ میکنه، ما خودی ما چیز هم میکنیم، بخشش نقشه میکنیم، راهنماییش میکنیم، نیال انتقال میتیم، بخشش کشته میتیم، وقت شاخه‌بری و دواپاشی کاراش هم کارش میکنیم. بسیار خوب. و شما قرارداد گفتین میکنم برای مؤسسات خارجی، آیا از عایدات کلی قوره راضی هستین؟ بله راضی هستیم. یک نفر که راضی نباشه پشت یک کار نمیکنه. بالکل، چون ما که میبینم بسیار زحمت کار داره. زحمت زیاد کار داره. ای مثلا 1 سال یا تخم است یا قلم است که اینجا میشنونی 1 سال، در سال دوم ای پیوند میشه، در سال سوم ای سودا میشه. ای در یک زمین که نیال کشت میکنی 3 سال منتظر است که چی وقت برسی. بسیار خوب، بسیار عالی. زحمتش زیاد است. بالکل. و متخصص صاحب ما در می قسمت همی باغ که آمدیم سمی جان تم پاق ایسا که و دریگه دوی دا نیالو آقا سیب جیر که معلوم سی متخصص صاحب همینجا بعضی نیالو بسیار از بین رفته، 1 تا نیست 2 تا نیست، بسیار زیاد است. درباره هم یک معلومات بدین شما. نه از بین نرفته. اینا امسال پیوند شده. خب آره ما جوزا اینا امسال پیوند شده، اما این پیوندها که میبینید از اینجا نگاه درگیره، ولی خب زمانی که پیوند میشه باید این از بین بره. این ما لازم نداریم، اینا رو لازم زمانی که پیوند شده. حالا پیوند شد تمام شد امسال، سال دیگه هم رشد میکنه، از سال سوم به فروش میرسه. مثلا شما نگاه کن این پیوند میبینید، این آسیبه، برای این آسیبه. چرا از اینجا آسیب میره به بدن ای آینده؟ مثلا مخصوصا که محصولات میره برای خواب، یعنی زمانی که خزان میشه درخت، شما میتونید اینو بیاید از اینجا با قیچی کنید، چون این درخت رشد میکنه. اینو میبره مثل که ما زخم داریم، اگر پانسمان نکنیم عفونت میکنه. این هم اگر تراشیده ازش نشه این جایی رو پر میکنه، ولی اگر تراشیده نشه از اینجا آسیب به بدن میرسه. این نگاه کنید چرا این یکی روشش بالاتره، چون تنش قوی تر بوده. بسیار خوب. ولی اون یکی خشوده اون خشک نیست. این از اینجا زده. حالا چی شرایطی براش پیش آمده میبینید، این خشک نیست، اما این بهش آسیب زده. زیرش یکیه اینا. بسیار. چون زیرش یکی. حالا شما نگاه کن فعلا این آسیب براش، این آسیب براش، فقط ما ایره لازم داریم، ولی این باید با قیچی از اینجا قطع شود. چرا؟ چون درخت رشد میکنه، این بدن سالم ایره میاد ترمیم میکنه و پانسمان میکنه تا این زود رشد بکنه. بسیار خوب، بسیار عالی. خواهش بکنم. سمی جان تم راست دغه نږدې نه دغه نیال راونیسه چې متخصص د دغه معلومات وړاندې کړل، نو چې په کوم څنګه کې دا نیال ورته ضرر ده او په کوم حصه موږ ته ضرورت ده چې هغه موږ باید وساتو او ترې ګټه واخلو. این نیالا که خشکیده چند یک دانه است چندین دانه. خب حالا رسیدیم رو مسئله این خشک نیست. یکی خشک شده امسال گرمی سر زیاد تاثیر کرده که آب کم بود،
یا خشکشدگی تاثیر کماوی و گرمی است. خب کماو شده بله. این مسئلهش اینه، این خوش نشده. گرمایی که میگن ایشان درست میفرمایند، اما اینا میبینید زمانی که میخواستن پیوند بزنن کمابی هم بهش رسیده، چون پلاستیک کشیده دیگه اکسیژن قطع میکنه. وقتی قطع میکنه آسیب، چون آب نم رطوبت بهش کم بوده، آسیب به ریشه زده، خشکش کرده. خب اما این ما ایره لازم داریم. همین هم تش ممکنه برای آینده بزنه بیاد بالا، ولی دوباره باید پیوند بخوره. بسیار عالی. این امسال که چون روش کرده تا اینجا، این نگاه کن، این آسیبه، این آسیبه، این باید تراژدی، چون قدرت همه میاد برای این. بعد مردم افغانستان مثلا یک جای دیگه، اینایی که بورش میکنن، هرس، چسب، پانسمان، تغذیه و کوزوی درختها، هر بورش 95% قدرت شما افزایش دارید برای هدفتون. اونجایی که درخت رشد میکنه ضایعاتشو برداشتید. نگاه کنید، یک نانی دارید برای 4 نفر، برای 10 نفر بخورید، به جای نمیرسید، چون سهمیه منه. ولی اگه من بخورم حتما سیر میشم دیگه. اینا هم وقتی چوچو پوچو بچه دور دو بر گرفت، همینه. شما هر جای قطع میکنید قدرت اضافه شد برای هدفی که بخواید نگه بدارید. در خدمتم. سوال دیگه ای هست؟ زنده باشین متخصص. عزیزانو تاسو دیده دوا رقم نیالونو معلومات ولیدل، نو تاسو شارټون دیده څنګه وګورئ، بیا به مخکې لاړ سو، هلته به نور نیالونه هم تاسو ته در وکیو. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې تاسو د آلو ګیلاس، د خرمالو او د هغې دوی د نفع او ضرر په هکله معلومات واورېدل، نو په دا څانګه کې نیالونه د انګور دي. له متخصص صاحب سره به یو مرکه لرو چې د دې دوی په هکله موږ ته معلومات راکړي. متخصص صاحب، درباره همین نیالای انگور هم اگه برای ما معلومات کافی و مکمل بدین که این در کدام فصل کشت میشه، چی مرضا را داره و در چند سالگی ای باید انتقال پیدا بکنه به زمینای دیگه و من حیث تاک های انگور کار گرفته شود. به نام خدا، مرد افغانستان صبحتان بخیر. انگور یه محصولی از یک طرف خیلی ظریفه، از طرف دیگه هم خیلی محکمه. اینا شرایطهای خاصی داره. ما چند نمونه انگور داریم در این رابطه. انگور یاقوتی یا انگور آقلی سفید سیاه، انگور سایبی، انگور آسمه، انگور کشمشی سیاه، کشمشی سفید. حالا این نهالا می شود در عرض 2 سال 3 سال انتقال بدید به منطقه دیگه. حالا چه نهالی؟ نهالی مورد نظر کدام انگور دوست دارید؟ شاخص از برگاش مشخص بشه. اینا کلا انگور کشمشیه. اینا انتقال پیدا میکنه چون که اینا پیوندی اینا اینجوری زود نمیگیره. اینا زمانی که هرس میشود، این بنده رو میبینید، این شاخهایی که از هرچی اینا نزدیکتر هسته یعنی محصولش پربارتر هسته، بیشتره و اینا پاچه هاش باید زده میشه. چند نمونه پرورش، یک پرورش به هواه، یک پرورش رو زمینه. اما رو زمین پرورش اینا به عنوان به نهالستان اینجا انتقال پیدا میکنه، حتما فاصلش لااقل 2 متر در نظر داشته باشید. هوایی اگر میخواید پرورش بدید، رو هوا یعنی این پوسیدگی و اینا نداره، اما انگورش کوچکتر میایه. اما رو زمین 4 متر پوشته گرفته میشه، یعنی این زمانی پرورش پیدا میکنه رو پوشته میخوابه. حالا زمانی که اینا میرسه به ثمر، این ممکنه امسال اگه جاش خالی بود براتون ثمر انگور میداد. چرا؟ چون اینا برای نهالستان کاشته شده، باید انتقال پیدا بکنه. مردم این بندار میبینید زمانی که هرس میشه هوایی، نهایت نسبت به درخت تصمیم گیری میشه. درخت اگر قوی باشه میتونه 3 تا بند ببانید. فکر نکنید که شما 5-6 تا بند میبانید انگورش بیشتر بده. شما در عوض انگور بیشتر کوچکتر ربع کیلو 200 گرم 100 گرمی خوشه به دست میارید. ولی اگر بندا 1-2 تا نهایت قوی باشه 3 تا بگذارید، خوشه 1 کیلو 1 کیلو نیمی به بار بیاره. پس بنابراین کیفیت رفت بالا ولی کمیت اومد پایین. اما امروز بازار کیفیت دیگه داره میخره. و انگورای دیگه هم داریم. این کلا انگوری بهش میگن ایران عسکری، اینجا میگن انگور کشمشی. اما انگور صاحبی متفاوته. کسایی که باغ دارن برای خوراک خودشان 5 تا 4 تا تاک نگه میدارن. چرا؟ خوشمزه است اما کشمش نمیشه.
انگور دیگه هم داریم از شکل برگای پنتر داره به اسم آسمه. 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه شما میتونید بکنید، بعد میبر داخل انبارا یا سرخانه آویزان میکنید، بتونید برج حمل یا برج هود بخورید. اما یک انگور شکرکه فعلا موقع خوردنشه. یه انگور دیگه هم آقلی سیاه و سفید، اون هم برگاش متفاوته. حالا بعد جای رسیدید بهش و نتیجه میگیرید. اون آقلی سفید مثل فکر کنید که 1 ماه قبل رسیده تمام شده، اما بزرگ. انگور سیاهش هم همینطور، آقلی سیاه آقلی سفید. بعد یه انگور داریم ما به اسم یاقوتی، مثل انگور سگک میمونه کوچیک، اونا اینجا نیست، اونا تخمش ایرانه. رسیدیم رو موضوعی که پیوند بخوره. اینا پیوندش حساسه، باید اشکنه شوه. اشکنم دارای چاک میخوره، اگه هوا داخل شوه اون درگیر نمیشه، مگر اینکه محکم شه اکسیژن به چه هوا نره داخلش. اما شرایط جدید، علم جدید، تحقیقات نشان داده اینا را من میتونم توسط دریلای خیلی نازک، دریلای شارژه موقعش پیوند بده. کی؟ مثلا برج 10-11 اشکنش بکنیم. ولی هرس اینا، یعنی برج اینا متفاوته با درخت‌ها زمانی که به خواب میرن شما میتونید هرس شروع کنید تا زمانی که مثلا قبل از اینکه گل شوه. اما اینا نه، اینا به عنوان محصولات لوله‌ای باید زمانی برش میکنید برای هرس حتما آبچکان باشه. چرا؟ یعنی شما هر جایی قطع میکنید ازش اشک میریزه، اون اشک باعث میشه که ضد عفونی بکنه و لوله‌هاش پیوست شه. بسیار خوب، بسیار عالی. یعنی باز با این اساس این رشد قوی تر هم داره، حاصل بسیار زیاد هم داره و سبب این میشه که انگورای با کیفیت به بازار عرضه شود. دقیقاً. انگوری که کیلوی 20 افغانی نه، بلکه انگوری با کیفیت 50 افغانی و 100 افغانی. دقیقاً همینطوره، چون انگورا متفاوته. بعد شما نگاه کن، دیروزم یک جای من اشاره کردم یک محصولی با کیفیت هزاران مشتری فراوان پاش خوابیده. ولی یک محصول بی کیفیت اجباراً من شاید بگیرم اما برای امشب بگیرم. اینا هم همینه، پرورشی رو زمین توناژ بالاتر، انگور درشتره ولی پوسیدگی میاره، دورتر مثلا به بازار بیاره. اما تاگایی که هوایی بار میارید محصولش مرغوبتره ولی ریزتره، کوچکتره، از لحاظ توناژ پایینتره. بالکل. متخصص یک چیز دیگه که در افغانستان بسیار معمول است و بیشتر مردم باغ‌هایشان مزین میکنه، چندین نوع نیال میوه با اون میوه های متفاوت البته در باغ‌های خود میکارند. درباره شما چی نظریات دارین؟ آیا این کار درست است نیست؟ سوال خوبی فرمودید، کاملا غلطه. شما نگاه کنید، یک باغ یک جریبی تشکیل میدید 20 تا درخت سیب و 10 تا درخت بیهی و 10 تا درخت. شما نگاه کن، به ایران میگن بهش به، افغانستان میگن بهش بی. یک محصول متفاوت نسبت به هلو، نسبت به شلیل، نسبت به درخت سیب. چرا؟ چون بی اول بی میکنه بعد گل میکنه، ولی درخت های دیگه اول گل میکنه بعد مثلا سیب و اینا نطفه میده بیرون. بنابراین آبیاریش هم متفاوته. شما وقتی یک جوی یا یک قطره میزنید شما نمیتونید او را بنبست بکنید، آب میدید اونم میخوره، پس زمانی گل داره میتکه، او به دست نمیایه. طریق آبیاریاش با هم کلا متفاوته. این یک اشتباهه. من اگر درختی سیب میخوام بکارم، انواع سیب خط به خط میزنم، سیب گلاب بهاره، گلاب پاییزی، خروسی، سیب گلدون، اشکال خونه داره. اما فاصلش 5 متر میزنم، یعنی درختای باغای استانداردی که دنیا بر مبنای بازار سرمایه گذاری میکنن. از این طریق یک هلو یا شلیل میزنن بینش 5 متر یکی میزنه تا اونا به هم میرسه، از این بهره برداری میکنه، مصارفش تامین میکنه. زمانی که اینا به هم رسید هر درخت 150 200 کیلو سیب میکنه، اون رو میگیره ازش میکنه این از دور به عنوان این محصولی به قولن ویژه، اما بر مبنایی که درختاشون کی به هم دیگه میرسن. ما یک درختی سیب گلدون شما نگاه کن، از روزی که با میکاریم تا 20 سال از زمین میتونیم جمعش بکنیم. 20 سال تا 20 سال، چون این هرس چسب پانسمان میشه. بعد از 20 سال میتونیم یک پا میذاریم وسط ساقه تا 30 سال میتونیم جمعش بکنیم.
تا 30 سال. تا 30 سال. نه که ما درختی بکاریم 5 سال سال بعد دنبال جرثقیل یا شاطو بگیریم که اون نصفش هم خرد کنیم به زمین. اینا قابل قبول نیست. اینا دیگه به درد ما نمیخوره. بالکل. حالی خود بسیار معموله در افغانستان. جوجه ها میکنن، جوجه کلان میکنن، باز درخت بادام در اونجا است، بعد از اون درخت سیب است، بعد درخت آلوس و هم که اعلام میکنن هم یک سر او پر میشه، جوجه پر میشه از یک سر. کلا اشتباه. شما مثلا نگاه کن، ما صبح اومدیم میبینید شبنم رطوبت هم چقدر بالا، نگاه کن پاچه‌های ما خیس میشه به دلیل آبیاری نامعلوم، هدف مشخص نیست، آب فراوانه. ولی دیشب هم عرض کردم 10 سال دیگه با 20 لیتر دنبال آب برید، بیایید آب 1 جریب بدید برای 10 جریب، اما درختاتون سر حال و رشد بکنه. این هرزوها رو وردارید از میان بره دنبال. به خدا فردا دوره، فردا دوره. پشیمانی خود دیگه درد ما رو درمان نمیکنه. بالکل. در خدمتتون عزیزانو، تاسو دلته شاټون د انګورو ګورئ، د دې دوی دغه حصو بار وایسه، نو داسې نور نیالونه هم دي، د دې شاټونه مکمل وګورئ. انشاءالله یو بل سره یو او نور معلوماتونه هم تاسو ته وړاندې کوو. متخصص صاحب، در این قسمت ما نیالی را داریم که بسیار مورد پسند مردم است، یعنی ناک. در درباره همین برای ما معلومات کامل ارائه بکنید تا بیننده عزیز ما از یک چیز یاد بگیرن. به نام خدا. این یه برگی میبین به عنوان ناک، یک شاخه نهالی. این موقع کاشته برای انتقال از این به قولن گفتن نهالستان انجینر صاحب انتقال پیدا میکنه، تکثیر میشه جای دیگه. فکر کنید یک درخت ناگه، فکر میکنه همین یک ناگه. نه، اینطوری نیست. این درخت های مختلف و نوع توزیع میشه با همین برگ، با همین شکل. چرا؟ یک ناگی داریم ما میرسه پاییز، بعد خیلی ترد و خوشمزه میشه، یک دوباره ریگه گیه همین شکل خودی همینه، بعد روی پیوند میشه ناگ کوچیکه ولی پربار و قدیمیه. اینا تبدیل شدن به ناگ، تبدیل شدن به چی؟ گلابی. اینجا شاید بگن المرود، بلند کشیده مثل کدو میشه و خیلی نرم و لطیف. اما این رسیده رو درخت نمیتونن جمع بکنن. قبل از اینکه 5 روز دیگه 4 روز دیگه میرسن باید چیده شود. و بعدم اگر اینا برسه از رو درخت بیفته، شما نمیتونید دیگه جمعش بکنید، چون ما بر مبنای بازار داریم تصمیم گیری میکنیم. امروز هم داریم ما این کارا رو میکنیم به دلیلی که مردم ما رشد بکنن، مملکت ما رشد بکنن، مملکت ما به اقتصاد برسن، به یک جایی برسن. پس بنابراین از کجا باید شروع کنیم؟ اول از همین شاخه درخت شروع بکنیم. مثل میمونه یک درخت سیب برگش همینه، اما 10 نمونه سیب داریم. بله. این گلابی هم مثل همینا، انواع و اقسام های اینایی که داره من اسمش خدمت شما عرض کردم. حالا رسیدیم رو موضوعی که نگاه کن، گلابی ها ظریفن، مثل خرمالوها ظریفن، اما آسیبی به قولن آسیبی مثل آفات ایناش کمتر نسبت به شلیل، نسبت به هلو، نسبت به بادام. زمانی هم که این میشه ترکیب کرد با سیب، ولی بیر ترکیب نمیشه با اینا کاش. چرا؟ چون طریق آبیاری بیی با سیب و گلابی و یا مثلا ناگ اینا متفاوته. طریق آبیاریش یعنی درخت ها، بعد خاک و ایناش مهمه. کل این زمین ها که شما بگرد در مجموع همه زمین بالا و پایین بکنید، نهایت 30 سان مرغوبیت زمین بالا، ولی تش خاصیتی نداره. پس بنابراین ما طریق آبیاری ما هم کاری میکنیم که آبیاری بی خاصیت بهش میدیم. یعنی برای علف بیشتر از اینجا رشد میکنه. وقتی علف رشد میکنه آفات رشد میکنه. وقتی آفات رشد کرد نمناکی به وجود میاد، رطوبت میره بالا، رطوبت رفت بالا شته به وجود میاد، شته تبدیل میشه به سفیدک. اکثری باغا که من میرم دور میزنم کلی باغا سفیدک زدگی، اینا سهم قوی ترکیب شده با روغن و با اینا لازم داره، مثل روغنی مثلا مثل صابون به قول شما گفتنی، و انواع سهمایی که آفت ریشه‌کن ماندگاری داشته باشه و بدن بچسبه که تا نتونه زاد و ولد بکنه. خواه و چیزای دیگه. بعد
این علف شما نگاه کنید اینجا کلی علف مثلا، چون این نهالستان اشکال نداره، چون انتقال پیدا میکنه و باغ من، باغ شما، مردم افغانستان، مردم مزار شریف میتونید بیاید از جهان نهالای انواع رنگارنگش بخرید. نهالایی که تازه وارد شده از ترکیه، تازه وارد شده از ایران، تازه وارد شده از گرجستان. ما همه دنیا مثلا باید پول بیاریم، باید علم بیاریم، باید دانش بیاریم برای مردم خود یک جای قدم برداریم. یکیش همین گلابیه، یکیش همین ناکه، یکیش همین درختی بخواد اینا پیوند میخوره و اونا انارم انواع و اقسام داره برای خود. فکر کنیم ولی برگش یکیه اما جسم سختی داره. بسیار خوب. متاسف در این قسمت ما نیال انارم داریم. اگر درباره همین نیال انارم برای ما معلومات کافی را ارائه بکنین. ما در این طرف ایستاد میشم. متاسف شما همین انار بسیار خوبش معلوم میشه. درباره همین یک برای ما معلومات اینا دیگه هم هست. دوستان عزیز، اینا کلاً یک منطقه به عنوان نهالستان سمرقندیان به عنوان تکثیر اینجا کاشته شده. اینجا خود نامدن جنگل تربیه بکنن، اینجا آمدن که درد شما هم درمان بکنن، خودشان هم درآمدزایی داشته باشه. من که یک کار میکنم باید برای زن و بچه‌م امرار معاش بکنم. از کجا؟ یک همین نهالستانه. خب من میبرم برای شما یا او میاد از اینجا انتقال پیدا میکنه میخره. این یه برگیه، نگاه کنید یک اناره، ولی اینطوری نیست که یک انار باشه. این انار ما با گروه های مختلف توضیح میکنیم. مثلا انار میخشک دیدادی داره، فقط میخشک. اناری ترش سبز شکل میخشکه ولی شامش مثلا طعمش ملسه، ترش و شیرینه. اما کترو توش قرمزه، داخلش قرمزه. و اناری برید دانش زیاد نرمه. و انارای دیگه مثل مثلا رباب داخلش سیاهه و اینا بعد از کاشتن براتون مشخص میشه. اگر مورد تایتان نبود میتونید ایره بگیرید پیوند بزنید. اونی که مورد نظر شما را به هدف خودتان پیوند بزنید. یعنی که بعد پیوندها متفاوته. مثلا اینا آسیب برای انارا، اینا بله اینا کلا بعد هرس میشه گرفته میشه. فقط ایرایی که زیرش کلا آفتاب بخوره تا علفا از بین بره. بسیار خوب. و اینا رشد نکنه. شما نگاه کن 1 و 2 و 3 و 4 اینا آسیبه. اگر زوری اینا شاخه های اضافه است. آره اگر اینا زده بشه نگاه کن این به اندازه یه دیگه 3-4 تا. خب این رشد 1 سالش به اندازه 3 سال رشد میکنه. خب به اندازه 3 سال. ها دیگه شما نگاه کن از زمین مواد معدنی میده به ساقه توزیع میکنه به شاخه توزیع میکنه به برگ‌ها به محصول. اول این محکوم محصولش مثلا به ثمر برسانه، ولی اگر نرسان ضعیف بود مثل من که بدنم ضعیف باشه زود سرما میخورم، زود مریض میشم. ولی اگر قوی باشم این مریضی ها نمیتونه سراغ من. چرا؟ من قویم. اینا هم همینه، اینا هم موجود جنده. مردم ما شدیم اشرف مخلوقات با علم و دانش بریم به سراغ کل مسیرایی که اینا را آسیب میزنه براش نجاتش بدیم. چرا؟ چون ما شرف داریم کنارش علم و دانش آمده. زبان اینا کلا تغذیه میکنن، اینا کلا اکسیژن کشف میکنن. بالکل. از کجا باید بفهمیم؟ از طریق علمش باید بدیم. بالکل. متخصص صاحب بسیار معلومات جامع را ارائه کردین برای بیننده عزیز ما. قدرمن لیدونکو څرنګه چې تاسو ولیدل ډېر قوي معلومات ول د ناکو په هکله، د انارو په هکله، د نیالو په هکله. ډېرې دوی وویل چې نیال تاسو چې وینئ هغه ناک نه ده، ځکه ډېر یو کورنۍ لري. دا نیالونه چې د ناک وړکي تاسو د مڼې ونه که وینئ یا د المروت ونه که ګورئ یا د ناک ونه ګورئ، د یو رقمي، هم پاڼه یو رقمي، هم دا تنه او ساقه یو رقمي لکه انار. یو کورنۍ د ځان ته یو کورنۍ دا ځان ته یو کورنۍ د هغه ځان ته پلس 20 قسمه تقسیم کیږي او دا انار هم د غزي په 20 رقمه تقسیم کیږي. او باید مونږ د دې ژبه باندې باید ځان به هغه ټینګو به پوسش دا چی وایي مونږ ته باید چی به وکړو، سره هم رشد وکړي، سره هم مرغوب بازار ته به ورکومو. مسئله دا ده د مونږ درد هیواد هم دا ده، د درد د ملت هم دا ده. بالکل بالکل. او د انار په هکله مې ویلې چې انار هم دا ونه چې تاسو ګورئ دا د انار ونه نه ده، بلکې دا بېلابېل قسم نور انارونه دي چې او زمان چې حاصل ورکړي تاسو په هغې باندې بیا پوهېږئ. نو کوای شي به د ونه پیوند کړي. نو پیوندونه متفاوت دي، خو موږ نسو کولی په یو برنامه کې دا ټول کور کړو ځکه هم ستاسو زړه نیسي. موږ به دا تقسیم کو نور برنامو کې به انشاءالله د خوریې برنامو کې یا د نهال پیژندنې برنامو کې به تاسو ته غوره معلومات وړاندې کوو په آیندو کې. اوس
استارت هم ویلی است تو بعد دی لخیر سره دیر شیان لمونه بگوری دیر شیان چیزا په خوب کمونه ویني ولی مونږ تاسو ته اطلاعات به ورکو تاسو پیشرفت کوي په دې تاسو په مونږ باندې ګرانی است شما عزیز دلید مملکت ما دوست داریم سرزمین خودمان دوست داریم مردم خودمان هم دوست داریم عاشقانه بالکل متخصص صاحب چه خوب است که امرای انجینر صاحبانی فهم در اینجا یک 3 تا نیالای بسیار خوبش آوردن دیگه دمی نیالستان خود درباره امیرم یک کمی صحبت بکنن که نیالها را تالی پیوندم نکردن قدرمن لیدون که دلته انجینر صاحب زین نیال نراوړي دي نو د شارټونه هم تاسو درښیو شاید په لابلات خبرو کې نو سمې جانه خیر ته به هم دې خواته لږ راتاو سې موږ به دې خواته لاړ سو چې ویډیو نیول تا ته هم ستونزمن نه شي انجینر صاحب در این قسمت بیاین متخصص شما در اینجا بیاین انجینر صاحب شما گفتین در این قسمت و پشت سر شما بعض نیالا را آوردین درباره همین نامی صحبت بکنین و درباره آیا اینا پیوند شدن نشدن بسم الله الرحمن الرحیم این نیالا که است این نیالا کلت میگه نیالای ترکی است متراکم در سر گلاس پیوند میشه خب در سر گلاس پیوند میشه از این نیالای قد پخشکا که در یک جریب زمین 1200 نیال در یک جریب زمین کشته میشه بسیار حاصلش زیاد بسیار نگهداریش آسان این بسیار یک چیزی است که نوآورامت است بسیار خوبه ایش که است این ادانس میگه در سری ناک پیوند میشه خب این ناک پیوند میشه در سری این هم همون چیز نیالای قد کوتاست نیالای قد کوتا آیدیم سیتی میگه و متراکم میگه و بعضی و مقصد نیالای قد کوتاست این هم همین چیز دم یک جریب زمین 1200 نیال کشت میکنه و 700 نیال کشت میکنه و 333 نیال کشت میکنه هر کس دمو چیز خود کشت میکنه بسیار خوب پالویش کس مایر بالان میگه اینجا کندیش هست که این از اینجا ما گرفته قلم میکنیم و در سر او زردالو پیوند میشه آلو پیوند میشه مثلا بادام پیوند میشه 4 نیال در سر آمو پیوند میشه او هم همین چیز که در یک جریب زمین 333 نیال کشته میشه بسیار در جای کم حاصل زیاد گرفته میشه. در یک جریب زمین 333 نیال. در یک جریب زمین در یک جریب زمین 1200 نیال کشته میشه. بسیار عالی. متخصص شما چی گفتین در اگر این نیالای دیگه ما در یک جریب زمین 66 نیال میره و این در یک جریب زمین 1200 نیال میره. که این چقدر فرق رقمش هم بسیار بالاست. رقمش هم بالا، حاصلش هم بالا، نگهداریش هم بسیار خوبش. بالکل. اساس بالکل. در وقت یک امراض آفاتش هم بسیار زود کنترل میشه. بالکل. دیگه و غیر از او در اونجا جی اف میگیم دیگه هم داریم. جی اف میگیم که در سری بادام و شفتالو پیوند میشه. متخصص صاحب نظر شما درباره ازدیاد قدر نیال در یک جریب چیه؟ خب اینا به شکلی مثلا ترکیب بندی چون اینا مثل اونا جامه ندارن که بزرگ شوند اینا محصول زودتر به عنوان یک ریشه محکم میکنه مثل ردیف به ردیف خط به خط هم پیوست میکنه مثل درخت شمشادی که میره روزی مبارک پرید میکنه ولی اینا در جای پرید محصول میده اما بالا نمیره سیستم مثلا درخت های مثل مرکبات که برد همین طور است با هم پیوست شده کلا محصولش به دست میره هم با هم متصلن با هم دیگه زوری بقولن وزن همدیگه رو به همدیگه میسپارن همدیگه با همدیگه کمک میکنن تا اینا درختای تحقیقاتی که جدیداً علم داره پیشرفت میکنه ژنتیکی میشه مثلا بعضی گوسفندایی که دو جنسن و اینا هم چون تحقیق شده اینا جراحی شده عمل شده برای خودش که رسیده به اینجا بعد از خیلی چیزای دیگه هم خواهید ان شاء الله قدرمن ولیدونکو څنګه تاسو ولیدل د نیالونو د هر خاندان نه جدا پیوندیږي نو د ترکیه راوړي دي هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي زموږ د نورو ویډیوګانو لیدونکي هم واوسئ او لاروین مایک کې ښایسته کومنټونه کېدئ ستاسو کومنټونو ته په عصري وخت کې ځواب درکول کېږي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ او همیشه زموږ د ویډیوګانو فالووران اوسئ ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره